الله دل داده که دوست بداریم و اولین ذاتی که باید دوست بداری خودشه که دل داده، دوستی رو درش گذاشته، محبت تو دل گذاشته. الله هیولا نیست. الله رب مهربانه. خوشبختی کجاست؟ این سواله. یه روزی یک شبکه تلویزیونی یک میلیاردر رو دعوت میکنه. یک شبکه تلویزیونی یک میلیاردر رو دعوت میکنه، ازش سوال میکنه خیلی خوش آمدید، زیباترین و شگفت‌انگیزترین و لذت بخشترین قسمت زندگی تو چیه؟ خوشبختی تو الان یعنی چی؟ بعد این شخص میلیاردر جواب مجری میده که من 4 مرحله زندگی رو گذراندم، تو 3 مرحلهش سعادت ندیدم، اشباع نشدم، ارضا نشدم، احساس سعادت نکردم. مرحله اول جمع آوری مال، ثروت، رصید بانکی به اوج رسیده، نمیتونم بشمارمش. فکر میکردم که جمع مال و املاک سعادته، خودمو خسته کردم، جمع کردم، باید نگهبانی بدم. دیدم که منو ارضا نمیکنه. منتقل شدم به مرحله دوم، رفتم رو عتیقه، گفتم عتیقه بخرم، چیزهای قدیمی بهش میگن عتیقه. میدونی عتیقه چیه؟ ایمان عتیقه هست، گنج ایمانه. کلی عتیقه، مخطوطات، دستنوشته ها، ظرف های قدیمی و جمع کردم. هی نگاه میکردم کلکسیونی از عتیقه های متنوع دنیا. هر روز رد میشدم جلو قفسه ها، ویترین ها نگاه میکردم، دیدم نه اینم منو ارضا نمیکنه. منتقل شدم به سومی، ویلاهای زیبا و جذاب تو زیباترین جزیره های دنیا، تو جزیره موریس، زیباترین جزیره دنیا. مالدیو، زیباترین جزیره مرجانی دنیا و بزرگترینش تو اقیانوس هنده. کشتی های آنچنانی، هواپیماهای آنچنانی، هلیکوپترهای آنچنانی، باغهای آنچنانی. فکر میکردم که سعادت، دیدم که نه. یک روز منتقل شدم به مرحله 4. یک روز بهم زنگ زدن که یه دعوتنامه هست، میخوان شما رو دعوت کنن. 3 مرحله گذشت، ارضا نشد. مرحله 4 دعوتنامه آمد برام از مدرسه معلولین، بچه های معلولی که پا نداشتن، فلج بودن. دیگه رفتم دنبال سعادت، دیگه رفتم. وقتی رفتم که همه بچه های معلول 100 تا نشستن. بعد یکی از این معلولان بلند شد، تشکر از من کرد از اینکه دعوت پذیرفتید به مدرسه معلولین بیاید. گفت من به نمایندگی یه تقاضا دارم، 100 تا صندلی میخوام برای این معلولی. صندلی کم داری؟ بگی دستور دادم 100 تا صندلی آماده بشه براش. راز خوشبختی کجاست؟ بهشت کجاست؟ میگی قبول کردم 100 تا صندلی براشون خریداری بشه. وقتی که جلسه تمام شد میخواستم برم، یکی از همین دانش آموزای معلول زد پامو محکم گرفت، پنجه زد پامو محکم گرفت. خیلی میگه معذب شدم که اصلا رها نمیکرد. بعد خیره شد تو چشمان من، روشو بر نمیگردون، حلقه زده بود
درست تو چشمان من، مثل این عزیزه. هر کاری کردم دستاشو گرفتم، بلند شو پسرم اجازه بده پامو بلند بکنم، طوری گرفته بود خیره. گفتم چیزی لازم دارید پسرم؟ دیگه خیلی با آرامی دستشو باز کردم، بلندش کردم، گفتم پسرم تقاضای دیگه دارید؟ بگید کلر میخواید، چی میخواید؟ میدونی چی گفت؟ گفت نه ما تقاضای دیگه نداریم، فقط دعا میکنم که وقتی با هم رفتیم تو بهشت خدا، اونجا جلو خدا تو بهشت خدا از تو تشکر میکنم. به خاطر این 100 تا صندلی که برای بچه‌های معلول آوردیم، وقتی رفتیم با هم تو بهشت خدا، اونجا جلو خدا اجازه داشته باشم از تو تشکر میکنم که این آقا تو دنیا توجه کرده به معلولین، 100 تا صندلی برای معلولین خریدیم. خیلی وقت بهشت اینجاست، ما غافلیم. برادر و خواهرای عزیز، در حق خودتون بخیلی نکنید. یک توبه جانانه لازم است. امشب توبه جانانه که این توبه اونقدر قدرت داشته باشه که ما را یاری بکنه تا فردوس خدا، نه برای 1 سال و 1 ماه و 2 ماه و 1 سال. و آنچنان توشی از این رمضان و این شبها بگیریم که 1 عمر در دنیا و آخرت ما را چه همراهی بکنه. تزودوا فإن خیر الزاد